زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار، چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن خواهر عزیز، گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه السدید فالحسته ما ادت شکره. حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که همین جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن لو کان من فرقه الى قدمه السدید فالحسته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسیم به کسی در کار نیست، ایو جوابنامه در نو ورقای دراز ده بالای صندوق های دختر تونده همین جمله را نویسید. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله است که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی، تا حال حق شوهر را به جا آوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانید. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنین؟ در خانه تعلیمش دهین. در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دوگانه بازی و طلبه نگو، هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کند. اینجا یک خط دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. این خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. به چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد، دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر. از عبیتی برآمدگی شو آمد است، از توی خانه دوگانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگوید باز بلند آوازی کرده است شوهر 3 طلاق کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشیم کو. پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دوگانم میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم، انشاءالله همه شوهرها اجازت میدهند. اگر تو همرا با زبان خوش پرسی، انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون زنهای میپرسیدگی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدند. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها چکل زنها بودند. پدرای عزیز، دیر نشده است، دنیا دیگرگون نشده است، ما دیگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم. در دخترهامان تماما توجه نداریم. چگونه معامله میکند کردن میگیرد. عاقبت یکی میشنویم یگان به حیایی و یگان نامعقولی دختر ما پسان سرها را در سنگ میزنیم که دیگر فایده ما نمیکند. زیرا از اول علاج واقع پیش از وقوع گفتند. پیش از آن که این دختر ما به حیایی به شرمی کند، پیشکی علاج باید ما و شما میدیدیم.